بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقت شهر پراگ رسو 10 است. تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت شما را با سرخطی موضوعهای برنامه من عبدالله اشرف آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در برنامه اخباری آزادی خواهید دید. مهاجران را از سر چنبر ماشین‌های تاکسی دور می‌رانند. با پارلمان و یا دومای دولتی روسیه طرح قانون وارد شد که در صورت قبول شدنش تاکسیرانی مهاجران کاری در روسیه عموماً منع می شود. هرچند این اقدام نو نیست و برخی از ولایت‌ها از جمله نووسیبیرسک و چلیابینسک علاقه تاکسیرانی مهاجران را منع کردند. اما اکثر تاکسیران‌ها در شهرهای بزرگ مثل مسکو و سنت پترزبورگ مهاجرانند و اگر آنها از سر چنبرک رانده شوند از کدام حساب درآمد میگیرند؟ منتظر باشید. در برنامه اخبار در مورد چون و چرا این موضوع به شما گزارش میدهیم. روسیه پروازی موشکی نظامی دراز پروازش را امتحان کرد. کرملین گزارش میدهد که روز چهارشنبه در حضور پرزیدنت ولادیمیر پوتین آزمایشی با موفقیت موشکی دراز پرواز آونگارد دایر شد. آونگارد همان موشکی است که در بارش پوتین در پیام مهم مارتش در سال جاری گفته بود موشک روسیه به چی قادر است و برای امنیت جهان چی معنا خواهد داشت. در برنامه اخباری آزادی برایتان خواهم گفت. بالاها اندازی بیشتر طلب دارند، پایانی ها پرداختن نمیتوانند. صاحبکاران در تاجیکستان از اندازه گران بانگ استیراب میزنند. میگویند توانی پرداخت اندازه میان شکن را ندارند، اما نقشه انداز امسال باز بیشتر شد. ناظران انداز برای پر کردن بودجه کمر بستند در حالی که انداز سپارندگان کمتر شدند. نتیجه کار چه خواهد شد؟ منتظر باشید. در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. ترانسفورماتور تاجیکی و ازبکی از کارگاه خوجند. در شهر خوجند کارخانه مشترک ترانسفورماتور براره تاجیکستان و ازبکستان باز خواهد شد، در حالی که تاجیکستان خود در شهر باختر کارخانه ترانسفورماتور براره دارد. ضرورت افتتاح چنین یک کارگاه دیگر در چیست؟ منتظر باشید. در این باره در برنامه اخبار برایتان گزارش میدهیم. قرب روبل روسی نسبت به سامانی در تاجیکستان باز پایین شد. روبل روسی در یک ماه اخیر به طور قابل ملاحظه قرب خود را در نسبت سامانی از دست داد. اگر ماه پیش 1000 روبل روسی 143 سامانی دادرسی میشد، حالا قرب آن تا 136 سامانی پایین آمد. میخواهید سبب ضعف روبل در برابر سامانی و آینده قرب آن را فهمید؟ پس کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صفحه ویژه ما در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنا کلاسیکی دسترس است.